اگه تو هم دلت میخواد سی پی و گان لجند رایگان بگیری تا انتهای ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من مهیار لجندری هستم و به ویدیو جدید چنل خودتون خوش اومدید. بچه‌ها امروز میخوایم با هم روش گرفتن سی پی رایگان و گان لجند رایگان رو با هم دیگه نگاه کنیم تا شانسمون رو امتحان کنیم. بچه‌ها برای کسایی که تازه حساب باز میکنن داخل اکتیویژن یا همون اکانت کالاف جدید درست میکنن، اکتیویژن یه حالت سی پی رایگان گذاشته که شانسشون رو امتحان کنن و بتونن رایگان سی پی دریافت کنن. یه دونه 20 تایی، یه دونه 40 تایی، که شما وقتی اکانت جدید درست میکنید میتونید دوبار این گردونه رو بچرخونید که اگه شانس داشته باشید میفته روی سی پی و فقط به این دوبار ختم نمیشه. بالا رو دقت کنید، نوشته که 3 روز، یعنی شما 3 روز روزانه 2 تا چرخش رایگان میتونید از این فعالیت هایی که بهتون گفته، که اولیش اینجوریه که میگه بتل پس رو نگاه کن، دومیش که همین گردونه رو نگاه کن. میتونید روزانه 2 بار این گردونه رو بچرخونید. مثل اینکه جوایز تکراری هم نمیده، شما 6 بار میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید که سی پی رایگان بگیرید. و در کنارش ویدیو قبلی چنل نمیدونم دیده باشید یا نه که گان لجند رو بهتون توضیح دادم چجوری بتونید به دست بیارید. داخل همین ویدیو باز بهتون میگم چیزی از دست نمیدید. میتونید این دوتا رو کنار هم داشته باشید، یعنی شما وقتی اکانت جدید درست میکنید برای گرفتن گان لجند رایگان که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم، کنارش میتونید شانستون رو برای گرفتن سی پی هم امتحان کنید. یعنی زحمتی که میکشید برای ساختن یه اکانت 2 برابر شانس دارید برای گرفتن گان لجند رایگان و سی پی رایگان، که اگه جفتش با هم در بیاد، حتی اگه یک هم در بیاد، مثلا 40 تا سی پی یا همون 20 تا سی پی دیگه 60 تا سی پی در بیارید، میتونید باش برید گردونه بزنید. اگه شانس داشته باشید رو اولی حتی گان لجند یا گان میتیک بگیرید، درجا میتونید اکانتتون رو بفروشید. خیلی ها میگفتن که خب این روش روی اکانت های جدید میاد گان لجند، ما دوست داریم رو اکانت خودمون به دستش بیاریم. چه جوری هست؟ ببینید، این گان لجند های شانسی که میتونید بگیرید قیمتش، ارزشش 100 تومن الی 300 تومنه خامش ها، یعنی همونو درجا بخواید خام بفروشید 100 تومن الی 300 تومن میتونید بفروشید، که قیمت میانگینش همون 250 تومنه که قشنگ فروش میره، که خیلی حاضرن پول بدن و این اکانت از شما بخرن. حالا شما میتونید 10 تا 20 تا 30 تا حتی 40 تا یا بیشتر اکانت درست کنید داخل کالاف و شانس خودتون رو امتحان کنید برای گرفتن این گان لجند و سی پی رایگان، که اگه سی پی هم گرفتید 40 تا سی پی بگیرید 4 تا گردونه میتونید بزنید، یعنی 4 بار شانس دارید که گان لجند رایگان تو اولی در بیارید، که برای اکانت های نوساز اکتیویژن یه حالی میده همیشه. یعنی اکانت من خیلی دیدم دور و برم بچه‌ها گان لجند رایگان و اینجور چیزا میگیرن، من زیاد دیدم قشنگ طرف همون روز اکانت رو ساخته اومده پیش من 80 سی پی گرفته، گردونه زده، همون روز گان لجند گرفته. در این حد به اکانت‌های تازه تاسیس اکتیویژن بعضی وقتا خوبی میکنه. چرا؟ مثل دون پاچیدنه. ببینید، نمیدونم شما حالا سی پی زدید تو اکانتتون یا نه، وقتی اوایل اکانت باشه اکتیویژن یه حالت دون میپاشه به مردم. یعنی چی؟ میاد یه بار شانسی چیز خوب به شما میده که بازم هزینه کنی، هی سی پی بخری، بیا گردونه رو بزنی که تو اولی و دومی بتونی شانسی بگیری. ولی اینجور خبری نیست. خیلی به مدت، یعنی اینا همش رو الگوریتم و حساب شده است، شانسی نیست. پس ممکنه که بعضی وقتا شما اسیر این دون پاچیدن اکتیویژن بشید، همون اول بتونید گان لجند رایگان رو بگیرید که بخواد شما رو جذب کنه که بازم سی پی بخرید، ولی خب شما اصلا روی این اکانت نمیخواید بازی کنید، این اکانت رو میفروشید میره 200 تومن 300 تومن یا حتی 400 تومن. خیلی سفید باشید سی پی رایگان رو بگیرید، گان لجند هم رایگانش رو بگیرید، دوتاشو کنار هم خیلی گرونتر میتونید بفروشید. خلاصه میگم هیچ چیز 100% نیست. هر کسی هم اومد به شما گفت 100%، من به شما یاد میدم که بتونید گان لجند با فلان باگ و اینجور چیزا کوفت و نمیدونم فلان و اینا بگیرید، همش چرت و پرت و فقط به خاطر ویو گرفتن و اینجور چیزاست. حرفشون رو باور نکنید. من همیشه با شما صادق بودم، دارم همیشه میگم داخل چنل همه جا گفتم این روش به شانس شما بستگی داره. اگه خوش شانس باشید که چه بهتر، بد شانس باشید مثل خود من، یعنی من خودم دروغ ندارم، برای یه بار برای ایونت قبلی بود من 20 تا اکانت ساختم، هیچ کدوم در نیومد. الانم 2 تا رو زدم، 4 5 تا رو زدم، هیچی در نیومده. یعنی من خودم سیاهم، ولی خیلی هستن که خوش شانسم
همه این ویدیو قبلی رو که گذاشتم 3-4 تا بچه‌ها اومدن عکساشون رو فرستادن که تونستن گال لجند رایگان بگیرن. عکسشون هم براتون میذارم داخل همینجا. بچه ایناش این M4 که دیروزه که بچه‌ها گرفته بود عکسشو برام فرستاده بود و این همون CP که بهتون گفتم که میتونید رایگان به دست بیارید. خلاصه میگم شما بستگی به شانستون هم هست و تلاشتون هم هست. ببینید اگه بلد نیستید اکانت بسازید و اینکه جیمیل و اینجور چیزا، داخل چنل تلگرام من آموزشش رو گذاشتم براتون. اینجا نمیشد گذاشت، داخل چنل تلگرام گذاشتم، برید اونجا دلیلش رو براتون نوشتم. اینم آیدی چنل تلگراممونه، حتما جوین بشید توش. خیلی از محتوای آموزشی اونجا میذارم و اخبار و هر چیزی که باشه من اونجا میذارم، قبلش اونجا اعلام میکنم بهتون. خلاصه دارم بهتون میگم مرسی که منو همیشه حمایت میکنید. این ویدیو رو هم مثل ویدیوهای همیشگی یه حمایت بزنید، یه قلبی، یه چیزی. اگه دوست داشتی یه لایک کن، حتی ساب هم بکنید، یه معرفت به خرج دادی. این لطفته که منو ساب میکنی و منو حمایت میکنی. همون گوشی پلیر بی‌ادعا همیشه من خیر و صلاح شما رو خواستم، همیشه به فکر این بودم که یه چیز مفید به شما آموزش بدم و اینم در نظر داشته باشید که ویدیوهای بعدی قراره اون دوره آموزشی هایی که قبلا من میفروختم و رایگان دونه دونه در اختیار شما بذارم. پس حمایت کنید و بمونید.